در تاریکی تاریخ ایران زمین سرگذشت شاهزاده درخشان نهفته است. سیاوش، فرزند کیکاووس، کسی که پاک دامنیش او را از تهمت‌های درباریان و خیانت‌های سرنوشت جدا می‌کرد. اما در جهانی که حقیقت همیشه پیروز نیست، آیا او می‌توانست از چنگال تقدیر تلخ بگریزد؟ پس از تولد مادرش او را نزد رستم سپرد تا در دامان خرد، شجاعت و نیکی پرورش یابد. رستم این قهرمان نامدار سیاوش را چون فرزند خود دانست و او را به فنون جنگاوری، سیاست و اخلاق نیک آشنا ساخت. سیاوش بزرگ شد، فرزانه، بخشنده، باوقار. مردم او را دوست داشتند و کیکاووس با دیدن این جوان باهوش به آینده روشن فرزندش امیدوار بود. اما در دل قصر نگاه‌هایی پر از فریب و نیرنگ در کمین این جوان پاکدامن نشسته بود. سودابه، همسر کیکاووس، زنی بلند پرواز و حیله‌گر، وقتی که چشمش به سیمای سیاوش افتاد دلش گرفتار شد. عشق یا هوس کسی نمی‌دانست، اما او خواست سیاوش را به خود نزدیک کند. او برایش دام افکند با واژه‌های فریبنده و وعده‌هایی شیرین، اما سیاوش که دلش سرشار از ایمان و وفاداری بود از وسوسه‌ها گریخت. سودابه که غرورش شکسته بود خشمگین شد. آتش درونیش شعله کشید و آن را به شکل خیانت و توطئه بروز داد. سودابه از سر انتقام نقشه‌ای پلید در ذهن پروراند. فریاد برآورد که سیاوش قصد هتک حرمت او را داشته. دربار در شک فرو رفت. کیکاووس، پادشاهی که شک و تردید بر او غالب بود، نمیدانست چه کسی را باور کند. آیا سودابه حقیقت را میگوید یا سیاوش که همه از پاکدامنی او سخن میگویند؟ اما وسوسه های اطرافیان ابرهای تاریک شد و بر ذهن شاه فرو نشاند. برای اثبات بیگناهی بزرگان پیشنهاد کردند که سیاوش از میان آتشی سهمگین بگذرد. اگر بیگناه باشد آتش به او آسیبی نخواهد رساند. در میدان آتش زبانه می‌کشید، زبانه‌هایی سرخ و خروشان که از میانشان گذر ممکن نبود. مردم در سکوتی سنگین به شاهزاده جوان چشم دوخته بودند. سیاوش نگاهی به آسمان انداخت، گویی می‌خواست از دستان تقدیر عدالت را طلب کند. سپس با گامی استوار به سوی آتش رفت. قدم به قدم گرمای سوزان زبانه‌های آتش به او نزدیکتر شد، اما چهرش آرام بود، هیچ ترسی در چشمانش نبود. همهمه‌ای در میان مردم پیچید. او زنده بیرون خواهد آمد؟ اگر آتش حقیقت را آشکار کند پس سیاوش پاک است. لحظه ای بعد شعله‌های آتش شکافتند. گویی خود طبیعت نمی‌خواست این جوان بیگناه را بسوزاند. سیاوش از میان آتش گذشت بدون هیچ آسیبی. سکوتی پر ابهام بر میدان حاکم شد. سپس فریادهای شگفتی برخاستند. پاک است، او بیگناه است. اما در دل کیکاووس شک هنوز باقی مانده بود. با وجود اثبات پاکی، شک و دودلی در دل کیکاووس باقی مانده بود. نیرنگ‌های سودابه او را در حصار بی‌اعتمادی گرفتار کرد. در نهایت این پادشاه ناتوان سیاوش را وادار کرد که ترک وطن کند. سیاوش با قلبی شکسته اما سربلند ایران را پشت سر گذاشت.
او راهی سرزمین توران شد، جایی که سرنوشت تلختر از آنچه که تصورش را می‌کرد انتظار آن را می‌کشید.